مدیران و کارکنان رادیو ایران مسئول سخنان کارشناسان بسیار محترم شرکت کننده در برنامه‌ها نیستند و در این بخش کوتاه از برنامه‌های رادیو ایران در خدمت دکتر گلناز رفایلیان خواهم بود. دکتر گلناز رفایلیان با دکترای متافیزیک و تخصص در هیپنوتیزم، ریکی هیلینگ، حل مشکلات خانوادگی، فنگ شوی، کدهای تاریخ تولد، کارمای شخصی و خانوادگی و علم ستاره شناسی و غیره میهمان ما هستند. ایشون مطبشون در شهر لس آنجلس در خدمت شماست. برای ملاقات یا از طریق فیس تایم میتونید با ایشون ملاقات داشته باشید. تلفن تماس و تعیین وقت 310 248 0220 و آدرس وبسایت drnaz.net. سلام دارم خدمت شما دکتر گلناز رفایلیان عزیز، خیلی خوش آمدید. درود و عشق دارم برای شما خانم لیدا حنایی عزیز و شنوندگان گرامی 670 AM KIRN. انشالله که حال دلتون خوب باشه و دنیا بر وفق مرادتون. امروز میخوام راجع به ناراحتی‌های فیزیکی و بیماری‌های مختلف صحبت کنم و ببینیم که چطوری میتونیم با هیپنوتیزم، ریکی، انرژی هیلینگ، متافیزیک و فامیلی کانستلیشن از شر بیماری‌های مختلف در امان باشیم. عالی، سراپا گوشیم دکتر رفایلی. عزیزم میدونین که میگن بدن با فکر ما وصله، body and mind connection. وقتی که ما انسان ها دچار تراما، ترس، وحشت، اضطراب و افسردگی میشیم یا اینکه یه شخص عزیزی رو از دست میدیم، بدن ما عکس‌العمل نشون میده و اگر به موقع بهش نرسیم بیمار میشیم. شرایط احساسی بد باید سمزدایی بشه و علفهای حزن رو باید در بیاریم. 4 احساسه که خانمان براندازه. یکیش نفرت، انتقاد، احساس گناه و ترس که باعث مریضی‌های مختلف میشه. اگه بخوام کوچولو راجع به اینا صحبت کنم، نفرت، انتقاد، احساس گناه و ترس هامون باعث بیماری‌های روماتیسم، ناراحتی‌های تیروئید، ناراحتی‌های کبد میشه. نفرت طولانی باعث سرطان میشه. انتقاد باعث بیماری‌های کلیه میشه. احساس گناه درد میاره، ناتوانی‌های جنسی، خارش و ناراحتی‌های پروستات. ترس باعث ریزش مو میشه، زخم معده و پاهای دردناک. پس ببینیم از یک سردرد ساده، گلودرد، دلدرد تا بیماری‌های مهلک به خاطر این احساسات منفیه که در بدن و روح ما تلمبار میشه. پس بدونیم که فکرای ما روی بدن ما اثر میذاره. فکرای ما زندگی ما رو میسازه. پس باید گذشته رو رها کنیم، خودمون و دیگران رو ببخشیم. و من برای اینکه عده زیادی از دوستان تلفن کرده بودن در هفته‌های گذشته، برای اینکه بتونم همه عزیزان رو کمک کنم و عید هم نزدیکه و بتونم یه عیدی خوبی به دوستان بدم، یه اسپشیالی گذاشتم لیدا جون که برای 2 ساعت مشاوره که معمولاً $500 الان فقط به قیمت $350 که این شامل محاسبه عدد تولد میشه که اون کمک میکنه که خودمون رو بهتر بشناسیم، ویژگی‌های مثبت و منفی خودمون رو پیدا کنیم و همینطور از تغییرهای زندگیمون با خبر بشیم. و در انتها برای اینکه احساس خوبی داشته باشن عزیزان، یه ریکی انرژی هیلینگ بهشون داده میشه که چاکراها که منبع انرژی هستن رو تنظیم میکنیم، باز میکنیم و شما رو از مریضی ها، ناراحتی ها و دردها به دور میکنیم و شما حالتون بهتر میشه. و در ضمن بگم که انرژی هیلینگ مثل یک عمل جراحی روحی کار میکنه و از لحاظ احساسی، ادراکی، بدنی، ناراحتی‌های جسمی و خیلی چیزهای دیگه
به شما عزیزان کمک میکنه. اگه هیچ وقت ریکی رو امتحان نکردین، بهتره که از این موقعیت استفاده کنید و نتیجهش رو با چشمان خودتون ببینید که چقدر احساس سلامتی و خوبی میکنید. خداوند بزرگ طوری بدن انسان رو ساخته که ما بتونیم خودمون رو شفا بدیم. فقط باید در فرکانس عشق و محبت باشیم و مثبت به همه چیز نگاه کنیم و من این رو با هیپنوتیزم، متافیزیک، ریکی و فامیلی کانسلیشن به راحتی انجام میدم. دکتر گلناز رفایلیان با شما صحبت میکنن دوستان، با دکترای متافیزیک و تخصص در هیپنوتیزم، ریکی هیلینگ، حل مشکلات خانوادگی، فنگ شوی، کدهای تاریخ تولد، کارمای شخصی و خانوادگی و علم ستاره شناسی. تلفن تماس با ایشون برای قرار ملاقات در مطب یا از طریق فیس تایم 310 248 0220 248 0220 و آدرس وبسایت drnaz.net. ما 4 دقیقه فرصت داریم و در خدمتون هستیم دکتر رفایلیان عزیز. لیدا جون، باز هم تحصیلاتی در نظر گرفته شده برای اشخاصی که تا حالا این چیزها رو استفاده نکردن و نمیدونن و چون من میخوام جامعه ایرانیان رو آشنا کنم با این طب، با این چیزی که من انجام میدم بدون عوارض جانبی، بدون دارو. مثلا فکر کنین شما یه نفر میخواد لاغر شه، بدون دارو، بدون عوارض جانبی، با چند تا چیزهایی که به صورت متافیزیک براشون انجام میدیم خیلی راحت میتونن لاغر بشن و خوبیش اینه که دیگه وقتی که این اشخاص ها معذرت میخوام لاغر میشن دیگه مثل یویو نیست که دوباره برگردن به وزن اولشون، چون ما ریشه‌ای کار میکنیم، اون ناراحتی ها، اون زخم‌های گذشته، اون دردها رو در میاریم و اون شخص دیگه اصلا احساس خوبی نسبت به خودش داره و خودش رو نمیخواد آروم کنه با خوردن غذا و کوچیکخواری، ریزه‌خواری. پس باز هم یه تفصیلاتی در نظر گرفتیم که یک کلاس های من گذاشتم که دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها، پنج شنبه ها و یک شنبه ها انجام میدیم برای اشخاص مختلف. خیلی خیلی به فقط قیمت $50 برای 1 ساعت هست که باز هم از این مقوله‌ای که صحبت کردیم راجع بهش میتونیم استفاده کنیم و جمع کلاس هامون کلاس های کوچیکی 8 نفره هست و میتونیم این اشخاص رو به صورت خیلی خوب و راحت آروم کنیم. لیدا جون، کسایی که پیش من میان حدود 4 جلسه، فقط من 4 جلسه احتیاج دارم که زندگی اینا رو عوض کنم. 4 جلسه و اگه بتونن این 4 جلسه رو خصوصی بیان که خیلی بهتره و خیلی زودتر به اون چه که دلشون میخواد میرسن. ولی اگر نمیتونن اینو افورد کنن باز هم میتونن از کلاس ها استفاده کنن و از این محبت لذت ببرم. ممنون و متشکر. دکتر گلناز رفایلیان با شما صحبت کردن. دوستان عزیز، ایشون دارای دکترای متافیزیک هستند و تخصص دارند در هیپنوتیزم، ریکی هیلینگ و در زمینه حل مشکلات خانوادگی با استفاده از روش فنگ شوی در کارهاشون و کدهای تاریخ تولد، کارمای شخصی و خانوادگی و علم ستاره شناسی. میتونن شما رو ملاقات کنن در مطبشون یا از طریق فیس تایم. تلفن تماس 310 248 0220. برای شرکت در کلاس هایی که یا سمینارهایی که راجبش صحبت کردند هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید 310 248 0220 و آدرس وبسایت drnaz.net. متشکرم دکتر گلناز رفایلیان عزیز. روز بسیار خوبی داشته باشید تا گفتگوی دیگر. مرسی عزیزم، خدا نگهدار تا هفته آینده.